سلام، امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. با آموزش کماچ سن در خدمت شما عزیزان هستیم. مواد لازم برای تهیه کماچ سن: آرد سن، آرد گندم، روغن نیمه جامد، ادویه ها شامل گلرنگ، شنبلیله، ادویه کماچ، زردچوبه، سیاه دونه و خرمای هسته گرفته، مغز پسته و شیر. بریم با هم سراغ آموزش. ابتدا آرد سن، آرد گندم و روغن نیمه جامد رو مخلوط میکنیم. کمی که مخلوط شدن میذاریم کنار. 1 لیوان شیر داشتیم، و ادویه هامون که شامل گلرنگ بود، اندازه رو داخل کپشن می نویسم براتون. با کف دست این به این شکل یک کوچولو پودرش میکنیم، داخل شیر میریزیم، شنبلیلم به همین شکل، و ادویه های دیگه رو میریزیم. اینا رو مخلوط میکنیم. حالا آردامون که با روغن مخلوط شده، شیر رو بهش اضافه میکنیم. اول با قاشق کمی هم میزنیم، حالا با دست اینا رو خوب مخلوط میکنیم تا یک خمیر نرم و منسجم به ما بده. خمیرمون رو به 2 قسمت مساوی تقسیم میکنیم. کف سینی کاغذ روغنی میذاریم، کمی چربش میکنیم، یک قسمت از خمیر رو کف سینی میذاریم به این شکل. اول کمی با دست صافش میکنیم، بعد با بردنی قشنگ صافش میکنیم. وقتی خمیرمون رو کامل صاف کردیم، مقداری پسته میریزیم بهش. بعد خرمه هایی که هسته هاشون رو جدا کردیم باز میکنیم به این شکل، روی خمیرمون میذاریم. حالا یک کوچولو ادویه کماچ روی خرمه ها میریزیم. بعد دوباره از پسته های نیم کوب شده رو میریزیم روش. لایه دوم خمیر رو
صافش میکنیم اول بین دوتا نایلون، بعد میندازیمش روی خرماها. به این شکل صافش میکنیم. با بردنه روش میکشیم. وقتی خمیر کامل صاف کردیم با پشت چنگال روش خط میندازیم به این شکل. ببینید وقتی با پشت چنگال خط انداختیم، حالا میام برش میزنیم. خاصی خطکش بذارین یا چشمی. اول از این طرف خطهای عمودی رو رسم میکنیم بیش. دوباره میام از این سمت برش میزنیم بیش. وقتی که برش زدیم با خلال پسته یا پودر پسته تزیین میکنیم و داخل فره از قبل گرم شده میذاریم تا آماده بشه. اینم نتیجه کارمونه. برش هامونو دوباره میزنیم به این شکل و لوز هامونو لوز کماچ این زیرشه، این و در ظرف مناسب میچینیم. اینم کماچ سن خوشمزمون. تمام اطلاعات داخل کفشه موجوده.